سال 2015 ما در کلاس های زبان آلمانی شرکت میکردیم. یه روز معلم ما این صندلی ها رو تو حالت دایره‌ای گذاشتن و یه چیزی به گوش من گفت به بعدی بگو. همینجوری بعد به بعدی و بعدی و به بعدی تا نفر آخر رسید، گفت حالا اون چی که شنیدی و صدای بلند بگو. اصلا چیزی که نفر آخر گفت هممون متعجب شدیم. اصلا هیچ ربطی با اون حرف معلم ما نداشت، یه چیز دیگه ای بود کلا. این فیلم رو ببینیم. Не може по два пъти. Любиш по-рано да скажи, да? Okej, koleś poslednji čovjek aplaudismenti. Okej, koleś poslednji. بله دیدید در یک زمان در یک مکان چند دقیقه با هم دیگه فاصله نداشتن، چه یک نتیجه ای داد؟ کلن متفاوت از هم بود. چرا همگان فکر میکند که دین اسلام حقیقتا اون دینی هستن که از 1400 سال پیش تا الان به ما دقیق مخابره شده؟ چرا خود آدما نمیرن دنبالش تا ببینن در کجا این ریشه از دستش در رفته؟ از دین در ابتدای اول
یک تجارت ساختن، فقط محض تجارت، اما به سیاست کشیده شد. الان دین به 1 کیلو کچالو و 1 کیلو پیاز رسیده است.